سلام دوستان، سامی هستم. چطورین؟ خیلی خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید و خفن دیگه. امروز اومدیم با بازی ماینکرافت قسمت اول. لایک کامنت دنبال یادتون نره. برو بریم سراغ ویدیو. آقا چوب بچه چه خبر؟ خوبین؟ آقا ما کارمون تازه شروع کردیم. کیبوردمونم نصفش خرابه، یعنی کیبوردمون دیگه کمش خرابه. بازی میکنیم و خرابه، میدونین؟ برای من مشکله. خلاصه که آقا یه گوسفند اینجا پیدا نمیشه. ما الان شب بشه، ما خب کار اولیه رو انجام بدیم بچه ها. چون کیبوردم خرابه من اینطوری دارم دونه چیز میکنم، ولی همه رو بلدم. ببینید خب فعلا همینا اوکیه. این موس هم چرا اینقدر سیمش بچه یه دقیقه بایستیم. خب آقا بریم این برا. کاش از اون بایومه پیدا میشد که فقط. چقدر جای خوبی هم اسپان شدیم. به به حسن، خیلی جای خفنی. ویلیج نمیدونم. آخه این چی بود؟ آقا بذار برو بریم. این وسط استون هم بکنیم. خب ببینیم، من استراتژیم فرق داره. خب من الان باید حتما دیگه گوسفندی اینجا باشه که من بتونم از پشماش تخت بسازم. خب و آره گوسفند نیست. او سلام عزیزان دل. خب آقا تمومه. سریو ساختم براتون. سری آقا یالا. خب بریم آقا. یه جا همینجا بذار که رفتیم تیبل من بذارم. چیز میزا رو اوکی کنیم. خب ببینید الان ما یه دونه از اینا میسازیم، یه دونه از اینا میسازیم. ببینید من الان کاملا یعنی اوکیه. خب الان ما باید یه جای خوب برای موندن انتخاب کنیم که فکر کنم اونجا خوب باشه. چقدر شانس خوبی داشتیم که 4 تا گوسفند بچه، یعنی مثلا 3 تا هم بود کار ما ساخته بودا. اوه اینا رو نگاه. بزنم من اینا رو دیگه. حالا مثلا ضرر که نداره دیگه. اون بنده خدا بذار زنده. آقا فکر کنم جایی که داریم میریم بهترین جا باشه. یه چند تا زغال هم بکنیم که میخوایم غذا درست کنیم داشته باشیم. استون هم باید داشته باشیم. به تمومه آقا، من اصلا تمومه. خب فقط الان یه جای خوب میخوایم که دیگه بریم اونجا مستقر شیم و به برو بریم. خب
اونجا یه غار لاوا دیدم، اصلا دوست ندارم برم اونجا چون هنوز ای خدا. امیدوارم که واقعا از این ویدیو خوشتون بیاد. من خب تازه کارم شروع کردم، چند تا شورت ویدیو گذاشته بودم، نقاشی لوگوی تیما رو میکشیدم که خب زیاد خودم خوشم نیومد و تصمیم گرفتم که دیگه بیام توی کار گیم و از این چیزا. خلاصه که گفتیم بیام اول ماینکرافت بگیریم یه بازی که سلام بایوم که میخواستم تمامه پیدا شد. گشنمه الان میمیرم. ببخشید افتاد یه لحظه. اوکی خب ببین اینا رو بیار اینجا، من خیلی گشنمه. یه فرنکس درست کنیم فعلا، بذاریم اینجا. خب این 5 تا زغال، این هم از این 8 تا. بپر تا ما این آقا گاوه رو میکشیم، شما هم بپر. خب بذار من یه چیزی بخورم، جدا گشتم. ای بابا چرا این یه دونه هم بخوریم. خب حله اینم بکنیم. به بایومی که چوب بکنم اینجا، چون احتمالا اونجا چوب و اینا نیست. یه خونه نقلی فعلا بسازیم. آقا برو بریم. یه پایین این میزه تیزی داره، پام که میخوره بهش اصلا داغون میشه. سامیر خونم در چه عبادیه داداش اینقدر چوب داری میکنی؟ حالا دیدیم با خودم حرف بهتر حرف نزن. خب خیلی راهه ما از اونجا بریم تا اونجا. برمین این چی رو مانیتورم؟ حالا باید پارکورم خب آقا تمامه. به بایومی که میخواستم خوش اومدم و اینجا قاره چی بابا، یه جای نقلیه. خب آقا کم کم داره شب میشه و من میخوام همینجا خونه رو بسازم. خب اینجا خوبه. خب آقا این از این 24 تا خوبه. خب این از این آبل بخوابیم دیگه تا زامبیا نیومدن صبح. خب خستم از این زندگی. آقا یه خونه خوب، یه خونه دلباز. در این ابعاد ما قرار است که بسازیم. چی کار داری میکنی سامیر؟ بابا خب ببینید 1 2 3
چرا اینطوری دارم میکنم واقعا. آقا یه دونه چوبون بالا موند. چرا نوب بازی دارم در میارم. خیلی وقت من شرف بازی نکردم راست رو بخوایم راه میفته دستمون. بعد بچه ها کیبوردم هم خرابه، خیلی بده این. به به. خب ببینید ما باید این بکنیم. خب یه کاری میکنیم، بریم شنم بچه ها پیدا کنیم که کیبوردم خراب شد. کیبورد وای خب استادها و آقایون عزیز، ما الان در حال حاضر بچه میخوایم اینجا رو مثلا پنجره بکنیم، اینو مثلا با این خوب میشه فکر کنم. خیلی خونه زشتی شد ولی اوکی. خب اینم از این. ما الان برای این خونه بذارم اول وسایل رو اوکی کنیم. فعلا هم کف خونهمون اینطوریه، نگران نباشید درستش میکنیم. حالا بذار چمن‌ها رو یه باید بکنیم. خب ببینیم ما الان برای خونهمون در میخوایم. در چوب میخواد، چوبم در میخواد، درم چوب میخواد. الان از 3 تا در به چه دردم میخواد؟ خیلی ماینکرافت چیز چرتی چیزش. ای خدا به به چه خونه قشنگی. خب آقا برو بریم یکم شن و ماسه بکنیم. زیر دریا یک شنی را دیدم که او هم مرا دید. حرفی زدم خیلی مهمه. احساس کنم سیستمم الان میترکه، نمیدونم چرا ولی همچین حسی دارم. اوه چقدر پامکی. این پامکی یعنی اینجا ویلیجه. ویلیج باشه. پامکین که یه جا زیاده یعنی اونجا ویلیجه. اینم از این. خوبه. شین و اینا این بغل نداریم. شین آقا یه 2 تا شین به خدا میخوام. چند تا شین میخوام؟ 4-5 تا دیگه. خب عالی شد. فقط ما الان باید بریم خونمون و غذا بخورم. بریم. ولی خوب پیش رفتیم، ما واقعا خوب پیش رفتیم. سریع خونه و اینا رو ساختیم. آقا خیلی دستم اینجا اذیته. اومدیم که بتره کنیم یوتیوبو. بعد اینکه تو رو خدا یه کاری کنیم بچه، تو رو خدا لایک کنیم. من دارم هرس میخورم، خیلی کی بردم اوضاعش خرابه.
باید درستش کنم. مثلا یا در یه چیزی هست به اسم در. خب عرضم به حضور شما که ما الان باید اینجا اینا رو بذاریم و اینکه تا اینا بپزه ما چیکار میکنیم؟ ما میریم چیکار باید بکنیم دیگه بچه‌ها؟ سقف خونه رو میسازیم. سقف خانه ای خدا. بچه اگه صدا قشنگی تو کامنتا بگین. میدونم کامنت نمیذاریم خیلی ناراحتم این قضیه، ولی خب اگر صدام قشنگ است بگیم براتون بیشتر بخونم. طور چند ما میخوایم برای خانه. خب اینم از اینو بیار اینجا، اینو بیار اینجا. اینم از تکمیل خونه بچهای گرامی. و اینکه فکر میکنم این قسمت خوب باشه برای این قسمت. آره دیوونه. خب بذارین الان چیکار میتونیم بکنیم؟ کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. بریم برای قسمت بعد. بریم من الان باید برم دنبال آیرون. خب این دوتا هم درست شه. خب ببینید قسمت بعد میریم دنبال آیرون و اینا و میریم اوکیش میکنیم، بعد دیگه شروع میکنیم. اوکی. خب فقط یه سوالی من از شما دارم. یه دقیقه اینا رو بده من توی کرافتینگ تیبل. یه 8 تایی تورچ داشته باشیم. دوتا بزنیم اینجا. حالا به هر حال خب خانه باید روشنایی داشته باشد. آها یه دونه چست هم بسازیم. چست یه سری خرت و پرته که باید بره این تو. خب برای قسمت بعد میریم آیرون پیدا میکنیم اگر شد و همین میریم آیرون پیدا میکنیم و اوکی میکنیم دیگه همه چی رو. خب آقا جان امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت دنبال یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.